آماده‌اید درباره یکی از پرحاشیه‌ترین ارزهای دیجیتال این روزا صحبت کنیم؟ فانتوم، ارزی که بین سقف‌های قیمتی جذاب و سقوط‌های خطرناک گیر کرده. امروز با هم پیشبینی قیمت فانتوم رو تو سال 2025 بررسی می‌کنیم و ببینیم آیا این پروژه میتونه سرمایه‌گذاری مناسبی باشه یا نه. این ویدیو پر از تحلیل و فکت‌های جذابه، پس تا آخر با ما بمونید. خب اول نگاه به وضعیت فعلی فانتوم بندازیم. این ارز قبلا سقف تاریخی $3.46 خودش رو تو نوامبر 2021 لمس کرده بود، ولی مثل خیلی از ارزها تو بازار خرسی 2022 و 2023 سقوط شدیدی رو تجربه کرد. اخیراً فانتوم تونست به سقف موقت 1.44 برسه، اما خب دوباره با اصلاح قیمتی روبرو شدش. حالا سوال اینجاست، آیا این اصلاح یه فرصت خریده یا یه هشدار برای سقوط بیشتر؟ فانتوم یه پروژه‌ایه که با هدف مقیاس پذیری بالا و سرعت تراکنش بی‌نظیری که داره وارد دنیای بلاکچین شدش. اما تا حالا دقت کردید که خود اسم فانتوم پر از راز و رمز عدده؟ بذار دقیق‌تر به اسم فانتوم نگاه کنیم. انرژی عددی اسم فانتوم به عدد 6 برمیگرده. عدد 6 تو عددشناسی نماد تعادل، مسئولیت و پرورش هستش. این عدد اغلب به پروژه‌های مرتبطه که به دنبال حل مشکلات دیگران و ایجاد تعادل تو سیستما هستن. این معنا کاملا با فلسفه وجودی فانتوم هم جور در میاد، چون هدف این پروژه حل مشکلات مربوط به مقیاس پذیری و سرعت تو بلاکچین است. حالا جالبه بدونید که اگه تاریخ سقف قیمتی این ارز رو یعنی نوامبر 2021 بررسی کنیم، این عدد به صورت نمادین با عدد 9 که مربوط هست به تکامل و پایان چرخه ها ارتباط داره. یعنی اون زمان احتمالاً پایان یه چرخه صعودی برای فانتوم بوده. به این شکل وقتی کل چرخه رشد فانتوم رو از ابتدا، یعنی زمان شروع رشدش تو اوایل 2021 تا زمان سقف قیمتیش در نظر میگیریم، میبینیم که این چرخه دقیقاً حدود 9 ماه طول کشیده. شروع رشد اصلی فانتوم تو فوریه 2021 بود و سقف تاریخی فانتوم تو نوامبر 2021 یعنی ماه نهم این چرخه ثبت شد. عدد 9 توی عدد شناسی معمولاً نماد پایان یک چرخه یا تکامل و آمادگی برای شروع دوباره هستش. این دوره 9 ماهه میتونه نمادین باشه چون دقیقاً با ماهیت انرژی عدد 9 همخونی داره. ولی سوال اینجاست، چرخه جدید کی شروع میشه؟ یکی از چیزایی که اخیراً تو نمودار فانتوم توجه ها رو جلب کرده احتمال وقوع تقاطع طلایی منحنی‌های میانگین متحرک تو نمودار هفتگیه. تقاطع طلایی معمولاً نشونه از یه روند صعودی بزرگی و ممکنه باعث جذب خریدارای بیشتری بشه. ولی صبر کنید. اندیکاتور مکدی چیز دیگه‌ای داره بهمون میگه. این اندیکاتور داره کاهش فشار خرید و احتمال تقاطع نزولی رو نشون میده بهمون. اگه این اتفاق بیفته بچه‌ها قیمت میتونه به زیر $8 هم بیادش. با این وجود یعنی فانتوم هنوز توی منطقه حساس و باید دید کدوم کفه ترازو سنگین تر میشه. حالا اگه این نکات عدد شناسی و ستاره شناسی رو با تحلیل تکنیکال ترکیب کنیم یه تصویر خیلی جالب به دست میاریم. اگه تقاطع طلایی تو نمودار هفتگی فانتوم اتفاق بیفته که احتمالاً تو نیمه اول 2025 این اتفاق میفته، اون وقت این ارز میتونه تا $2 هم بیاد. از طرفی موقعیت ستاره‌ای اورانوس و تاروس نشون میده که پروژه هایی که اومدن روی فناوری و نوآوری متمرکز شدن قرار بیشترین سود رو ببرن. اما یادتون نره که هر پیشرفتی
نیاز به عبور از اون موانعش داره. ممکنه قبل از این رشد قیمت فانتوم تا 8 دلار یا حتی پایین‌تر از اینم سقوط کنه، ولی این سقوط فقط شروع جهش بعدیش خواهد بود. حالا از نظر فاندامنتال چرا فانتوم مهمه؟ بذارید از تکنیکال فاصله بگیریم و یه نگاه به پشت پرده فانتوم بندازیم. شبکه فانتوم از مکانیزم اجماع منحصر به فرد لاکسیست استفاده میکنه که نه تنها سریعتر و مقیاس پذیرتر از بیشتر بلاکچین های دیگه است، بلکه کارمزد خیلی پایینی هم داره. خیلی از پروژه های دیفای روی این شبکه ساخته شدن و تو این سالهای اخیر ارزش کل قفل شده یا همون TVL شبکه فانتوم حتی از خیلی از بلاکچین های مشهور مثل آوالانچ پیشی گرفته بودش. ولی یه چالش بزرگ هم اینجا وجود داره: خروج آندره کرونج، یکی از توسعه دهندگان اصلی فانتوم، تو اوایل سال 2022 که باعث شد اعتماد به این پروژه یه مقداری بیاد پایین و این نشون میده که این شبکه هنوز به یه تیم قوی و اعتماد بلند مدت‌تری نیاز داره. حالا بریم سراغ پیشبینی قیمت. طبیعتاً 2 سناریوی اصلی وجود داره، یکی سناریوی نزولی و اون یکی هم سناریوی صعودی. تو سناریوی نزولی اگه اندیکاتورهای تکنیکال درست باشن و فشار فروش ادامه داشته باشه، ممکنه قیمت فانتوم تا زیر 8 دلار هم سقوط داشته باشه. حتی تحلیلگرایی هم هستن که میگن فانتوم میتونه به حمایت‌های 50 سنتی یا حتی 35 سنتی هم برسه اگه شرایط کلی بازار خرابتر بشه. تو حالت صعودی اگه تقاطع طلایی اتفاق بیفته و فانتوم بتونه حجم خرید بالایی رو جذب کنه، هدف اولش عبور از مقاومت 1.44 دلار. تو این حالت احتمال داره به محدوده 2 دلار هم برسه و اگه این روند مثبت ادامه پیدا کنه، برخی پیشبینی‌ها حتی نشون میدن که فانتوم تا 5 دلار هم تو سال 2025 جا داره. البته طبیعتاً این به شرطیه که بازار کریپتو دوباره وارد یه چرخه صعودی بشه و خب شبکه فانتوم بتونه از پروژه های بیشتری حمایت کنه. بریم سراغ ستاره ها. اگه به موقعیت های سیاره‌ای نگاه کنیم، سال 2025 یه سال خاص برای دنیای کریپتوه. چرا؟ چون سیاره اورانوس که نماد نوآوری و فناوریه در برج تاروس که نماد پول و ثروت هستش قرار میگیره. این ترکیب نشون دهنده اینه که ارزهای دیجیتالی مثل فانتوم میتونن دوباره وارد یه دوره رشد بشن. جالبه بدونید که تو تاریخ فانتوم هر زمان اورانوس با موقعیت خاصی تو همترازی بوده، شاهد نوسانات شدیدی بودیم. مثلا تو سال 2021 که شاهد اوج قیمتش بودیم، اورانوس تو زاویه 60 درجه با مشتری، یعنی سیاره فرصت‌ها، قرار داشتش. حالا این الگو دوباره ممکنه تو سال 2025 هم تکرار بشه. و در نهایت خب فانتوم رو باید تو رقابت با بلاکچین هایی مثل آوالانچ، سولانا و پالیگان بررسیش کنیم. مزیت اصلی فانتوم سرعت بالا و کارمزد پایینشه، ولی ضعف اصلیش اینه که اکوسیستمش هنوز به اندازه رقباش بالغ نشده. اگه تیم فانتوم بتونه تعداد بیشتری از توسعه دهنده ها رو جذب کنه و روی نوآوری تمرکز کنه، میتونه جایگاه خودش رو بین 10 پروژه برتر تو بازار تقویت کنه. و اینجا این مهمه که شما اخبار مربوط به توسعه دهنده هایی که ممکنه براش در آینده پیدا بشه رو کامل بررسی کنید و از دستش ندید.